به دنیای جادوی کلمات خوش اومدی. در باب حکمت زندگی، نویسنده آرتور شوپنهاور، گوینده نازنین. مقدمه. در اینجا من از حکمت زندگی به معنای رایجش صحبت خواهم کرد. یعنی به معنای هنر نظم بخشیدن به زندگی به گونه‌ای که بیشترین لذت و موفقیت ممکن را به دست آوریم. هنری که نظریه‌اش را میتوان فلسفه سعادت نامید. زیرا به ما می‌آموزد که چگونه به سمت یک زندگی سعادتمند حرکت کنیم. چنین زندگی را شاید بتوان اینطور تعریف کرد که اگر با نگاهی صرفاً عینی، یا بهتر بگویم با بی‌طرفی و تعمقی کافی به آن بنگریم، زیرا سعادت الزاماً با ملاحظات ذهنی همراه است، قطعاً بر نیستی ترجیح داده می شود. نتیجه این است که ما به خاطر خود زندگی و نه صرفاً ترس از مرگ به آن وابسته ایم و در نتیجه می خواهیم زندگی بی پایان باشد. حال اینکه آیا زندگی انسان با این تصور از هستی مطابقت دارد یا اصلاً می تواند مطابقت داشته باشد، سؤالی است که همانطور که همه می دانند نظام فلسفه من با آن پاسخ منفی می دهد. با این حال در فرضیه فلسفه سعادت باید به این سؤال پاسخ مثبت داد و من در جلد دوم اثر اصلیم در فصل 49 نشان دادم که این فرضیه روی یک اشتباه بنا شده است. بر این اساس در تشریح طرح زندگی سعادتمند ناگزیر بودم که از دیدگاه مابعد طبیعی و اخلاقی برتری که نظریه‌های خودم به آن منتهی می شود چشم پوشی کنم. بنابراین هر آنچه در اینجا خواهم گفت از این جهت که در حوزه مواضع رایج باقی میماند و اشتباهاتش را نیز در بر میگیرد تا حدی بر اساس نوعی سازش و مصالحه است. بنابراین ارزش اظهاراتم مشروط است، زیرا خود کلمه فلسفه سعادت یک تعبیر است. علاوه بر این من هیچ ادعایی برای کامل بودن مطالبم ندارم. تا حدی به این دلیل که این موضوع پایان ناپذیر است و تا حدودی به این دلیل که ناچارم آنچه را که قبلا توسط دیگران گفته شده است دوباره تکرار کنم. تا آنجا که من به یاد دارم تنها کتابی که هدف نگارشش با هدف این کتاب شباهت دارد کتاب ارزشمند کاردانوس با عنوان درباره فواید بدبختی است و ممکن است برای تکمیل اثر حاضر استفاده شود. درست است که ارسطو در باب 5 کتاب هنر سخنوریش چند کلمه در باب فلسفه سعادت آورده است، اما آنچه او میگوید چندان نتیجه بخش نیست. از آنجایی که گردآوری نظرات دیگران کار من نیست، از نوشته‌های پیشینیان استفاده نکردم. خصوصاً به این دلیل که در فرایند گردآوری فردیت نگاه از بین می رود. در حالی که فردیت نگاه هسته اصلی آثاری از این دست است. به طور کلی، خردمندان در همه اعصار همیشه همین را گفتند و احمقها که در همه اعصار اکثریت عظیم را تشکیل می دهند، درست برعکس عمل کردند و از این پس هم چنین خواهد ماند. زیرا همانطور که ولتایر میگوید زمانی که این جهان را ترک خواهیم کرد به همان اندازه احمقانه و شرور است که آن را در بدو ورود یافتیم. فصل اول. تقسیم بندی موضوع. ارسطو محبت‌های زندگی را به 3 دسته تقسیم می‌کند. محبت‌هایی که از بیرون به ما می‌رسد، محبت‌های روحی و محبت‌های جسمی. با توجه به این تقسیم بندی متوجه می‌شویم که تفاوت‌های اساسی در قشر انسانی ممکن است به 3 طبقه متمایز تقسیم شود. 1. آنچه هستیم، یعنی شخصیت به معنای کامل که شامل سلامتی، قدرت، زیبایی، خلق و خو، اخلاق، هوش و تحصیل می شود. 2.
آنچه داریم، یعنی مال و دارایی از هر نوع. 3. آنچه در ارزیابی دیگران می‌نماییم. همانطور که همه می‌دانند، باید بدانیم که انسان در نظر هم نوعانش چیست، یا به طور دقیق‌تر دیگران چه تصویری از ما دارند. این یعنی نظر دیگران درباره ما و این به نوبه خود به شرافت، مقام و شهرت تقسیم می‌شود. تفاوت‌هایی که در عنوان اول وجود دارد، تفاوت‌هایی است که خود طبیعت بین انسان‌ها قرار داده است و از این حقیقت می‌توان نتیجه گرفت که آنها بر خوشبختی یا بدبختی نوع بشر بسیار حیاتی‌تر و پردامنه‌تر از آن چیزهایی هستند که در دو عنوان بعدی آمده است و صرفاً تأثیرات انسانی است. در مقایسه با مزیت‌های شخصی واقعی مانند بزرگی روح یا قلب بزرگ، امتیازاتی چون مقام یا اصل و نسب، حتی اگر اصل و نسب سلطنتی باشد، مانند تفاوت میان پادشاه واقعی و هنرپیشه‌ای است که روی صحنه نقش پادشاه را بازی می‌کند. همین مطلب را مترودوروس، نخستین شاگرد اپیکور، در یکی از فصل‌های کتابش نوشت: خوشبختی که از خودمان دریافت می‌کنیم بیشتر از آن چیزی است که از محیط اطرافمان به دست می‌آوریم و این یک واقعیت بدیهی است که نمی‌توان آن را زیر سوال برد، که عنصر اصلی در رفاه انسان و در واقع در کل زندگیش همان چیزی است که در خود اوست یا در وجودش جریان دارد، زیرا این منبع مستقیم رضایت درونی یا نارضایتی ناشی از مجموع احساسات، امیال و افکار اوست، در حالی که محیط اطرافش تنها تأثیر غیر مستقیم بر او دارد. به همین دلیل است که رویدادها یا شرایط بیرونی مشابه بر هر کس تأثیر متفاوتی دارد. حتی با محیطی کاملا مشابه، هر کس در دنیای خودش زندگی می کند. زیرا انسان فقط ایده ها، احساسات و اراده های خود را بیواسطه درک می کند و دنیای بیرون فقط از طریق اینها می تواند بر او تأثیر بگذارد. دنیایی که انسان در آن زندگی می کند عمدتاً از طریق نگاهی که به آن دارد شکل می گیرد و بنابراین برای افراد مختلف متفاوت است. برای یکی فقیر، کسل کننده و سطحی است. برای دیگری غنی، جالب و پرمعنا. با شنیدن وقایع جالبی که در طول تجربه یک فرد اتفاق افتاده است، بسیاری از مردم آرزو می کنند که ای کاش اتفاقات مشابهی در زندگی آنها نیز رخ میداد، در حالی که فراموش می کنند باید نسبت به استعداد ذهنی که به آن رویدادها چنان اهمیتی داده که توصیفش توجه آدمی را جلب می کند حسرت برند. برای یک نابغه آن ماجراها جالبند، اما در تصور یک فرد معمولی آنها اتفاقاتی کهنه و روزمره‌اند. این پدیده را میتوان در اشعار گوته و بایرون با بالاترین درجه مشاهده کرد. آشکارا بر اساس حقایق واقعی بنا شدند، جایی که خواننده احمق به شاعر حسادت میکند، به این خاطر که چیزهای لذت بخش زیادی برای او اتفاق افتاده است، به جای اینکه به قدرت تخیل شاعر حسادت کند که توانسته تجربه نسبتاً رایج را به چنین اثر عالی و زیبا تبدیل کند. به همین ترتیب صحنه‌ای که در چشم شخص مالیخولیایی غم‌انگیز است، از دید شخص دموی تنها تعارضی جالب جلوه می‌کند و برای شخص بلغمی مزاج چیزی بی‌معناست. همه اینها بر این واقعیت استوار است که هر رویدادی برای تحقق ادراک نیاز به همکاری دو عامل، یعنی ذهن و عین دارد. این دو همانند اکسیژن و هیدروژن در آب به هم نزدیکند و لزوماً به هم متصل هستند. بنابراین وقتی عامل عینی یا خارجی در یک تجربه یکسان اما درک ذهنی یا شخصی متفاوت باشد، رویداد در نظر افراد مختلف به همان اندازه متفاوت است که گویی عوامل عینی یکسان نبودند. وقتی درک ذهنی ضعیف باشد، حتی اگر درک عینی در حد اعلای زیبا باشد، درک ضعیفی حاصل می شود، مانند یک منظره خوب در هوای بد یا در انعکاس جعبه‌ای تاریک. به زبان ساده، هر انسانی در محدوده آگاهی خود فرو رفته است و نمیتواند مستقیما از آن محدودیت‌ها فراتر رود. همانطور که هر کس در محدوده پوست خود قرار دارد و نمیتواند از آن فراتر رود.
بنابراین کمک‌های خارجی چندان برای او مفید نیست. روی صحنه یک شاهزاده است، دیگری وزیر، سومی خدمتکار یا سرباز یا ژنرال و غیره. اما این تفاوت‌ها فقط در ظاهر وجود دارند. واقعیت درونی و هسته همه این ظواهر یکسان است. بازیگری بی‌نوا با تمام دلواپسی‌هایش. در زندگی هم همینطور است. اختلاف مرتبه و ثروت به هر انسانی نقشی می‌دهد. اما این به هیچ وجه به معنای تفاوت شادی و لذت درونی نیست. در اینجا نیز در همه چیز یک موجود وجود دارد. یک فانی بی‌نوا. با سختی‌ها و مشکلاتش. اگرچه ممکن است سختی‌ها و مشکلات برای هر انسانی علل متفاوتی داشته باشند، اما در ماهیت خود تقریباً در همه اشکالشان یکسان هستند. با شدت‌هایی که بدون شک متفاوت است. اما به هیچ وجه با مرتبه، ثروت و نقشی که انسان دارد مطابقت ندارند. از آنجایی که آنچه برای انسان اتفاق می‌افتد فقط در آگاهیش وجود دارد و اتفاق می‌افتد، بنابراین ضروری ترین چیز برای یک انسان وضعیت این آگاهی است که در بیشتر موارد بسیار مهمتر از شرایطی است که آن را شکل می‌دهد. تمام غرور و لذت جهان که در آگاهی بی‌ادراک یک احمق نقش ببندد، در مقایسه با تخیل سروانتس که دن کیشوت را در زندانی نکبتبارش می‌نویسد، واقعاً ناچیز است. نیمه عینی زندگی و واقعیت در دست سرنوشت است و بر این اساس در موارد مختلف به شکل‌های گوناگونی در می‌آید. نیمه ذهنی خود ما هستیم و در ضروریت همیشه ثابت می‌ماند. از این رو زندگی هر انسانی با شخصیتی یکسان همراه است، هرچند که شرایط بیرونیش تغییر کند. مانند مجموعه‌ای از تغییرات در یک موضوع واحد. هیچ کس نمی‌تواند از فردیت خود فراتر رود. حیوان تحت هر شرایطی که قرار گیرد، در محدوده باریکی که طبیعت به طور غیر قابل برگشتی در اختیارش قرار داده است، باقی می‌ماند. به طوری که تلاش ما برای خوشحال کردن یک حیوان خانگی باید همیشه در جهت طبیعتش باشد و محدود به چیزی باشد که بتواند حس کند. در مورد انسان نیز همینطور است. میزان سعادتی که میتواند به دست آورد از قبل با فردیتش تعیین می شود. این امر برای قوای ذهنی بسیار صادق است که یک بار برای همیشه ظرفیتش را برای بالاترین لذت‌ها تثبیت می کند. اگر این محدوده تنگ باشد، هیچ تلاشی از بیرون، هیچ کاری که هم نوعانش یا سرنوشت در حقش انجام می دهند، ممکن نیست. درجه معمولی شادی و لذت نیمه حیوانیش را بالا ببرند. تنها منابعش اشتهای نفسانیش است. حد اکثر یک زندگی خانوادگی دنج و شاد. معاشرت‌های سطحی و سرگرمی‌های مبتذل. حتی آموزش نمی‌تواند برای وسعت دادن به افقش مفید باشد. زیرا بالاترین، متنوع‌ترین و ماندگارترین لذت‌ها لذت ذهن است. هر چقدر هم که جوانی ما را در این مورد فریب دهد. و لذت‌های ذهن عمدتاً به قوای ذهن وابسته هستند. پس واضح است که خوشبختی ما تا حد زیادی به آنچه هستیم، یعنی به فردیت ما بستگی دارد، در حالی که معمولاً سرنوشت فقط به معنای چیزی است که داریم یا می‌نماییم. سرنوشت ما از این نظر ممکن است بهتر شود، اما اگر باطناً غنی باشیم، چیز زیادی از آن سرنوشت نمی‌خواهیم. از سوی دیگر، یک احمق تا آخرین ساعت زندگیش یک احمق باقی می‌ماند، حتی اگر در بهشت وسط حوریان باشد. به همین دلیل است که گوته در دیوان غربی شرقی میگوید هر انسانی خواه موقعیت پستی در زندگی داشته یا پیروز باشد، شخصیت را به عنوان بزرگترین عامل شادی تایید می‌کند. انسان عادی، خدمتکار و پیروز، هر که باشی، هر لحظه اعتراف می‌کنی بزرگترین شادی فرزندان زمین فقط شخصیت است. همه چیز این واقعیت را تایید می‌کند که عنصر ذهنی در زندگی برای شادی و لذت ما به طور غیر قابل مقایسه‌ای مهمتر از عنصر عینی است. از ضرب المثل‌هایی چون گرسنگی بهترین سس است و جوانی و سن نمی‌توانند با هم زندگی کنند گرفته تا زندگی نوابغ و قدیسان، همه این واقعیت را تایید می‌کنند.
سلامتی به قدری بر همه نعمت‌های دیگر برتری دارد که واقعاً میتوان گفت که یک گدای سالم از یک پادشاه بیمار سعادتمندتر است. خلق و خوی آرام و شاد که حاصل بدنی کاملاً سالم، عقلی روشن، سرزنده و نافذ، اراده‌ای معتدل و ملایم، در نتیجه وجدانی پاک باشد. امتیازی است که هیچ مرتبه و ثروتی نمیتواند به ارمغان آورد یا جایگزین شود. زیرا آنچه انسان در ذات خود هست، آنچه که در تنهایی همراه دارد، هیچ کس نمیتواند به او بدهد یا از او بگیرد. و این از هرچه در تملک اوست یا در انظار دیگران وجود دارد برای او مهمتر است. یک فرد روشنفکر در خلوت کامل سرگرمی‌های عالی در افکار و خیالاتش دارد، در حالی که هیچ گونه تنوع یا لذت اجتماعی، تئاتر، گشت و گذار و تفریح نمیتواند خستگی را از آدم کسل دور کند. یک شخصیت خوب، معتدل و ملایم میتواند در شرایط لازم شاد باشد، در حالی که یک فرد حریص، حسود و بدخواه، حتی اگر ثروتمندترین فرد جهان باشد، باز هم خوشنود نیست. برای کسی که از لذت همیشگی شخصیت خاص و ذهن برجسته برخوردار است، بیشتر لذت‌هایی که بشر به دنبالشان است را نه تنها زائد، بلکه دردسر و مزاحم می‌داند. از این رو هوراس می‌گوید با اینکه خیلی‌ها از نداشتن کالاهای تجملاتی رنج می‌برند، اما هستند کسانی که بدون آنها هم می‌توانند زندگی کنند. سنگ‌های قیمتی، مرمر، عاج، تابلوها، جامه‌های قیمتی، نقره و چه بسیارند کسانی که از نداشته‌هایشان محرومند و هستند کسانی که نیازی به آنها ندارند. و هنگامی که سقراط کالاهای تجملی را برای فروش دید گفت: چیزهای زیادی در دنیا هست که به آنها نیازی ندارم. بنابراین اولین و ضروری ترین عنصر در خوشبختی ما چیزی است که هستیم، یعنی شخصیتمان، زیرا تحت هر شرایطی وارد بازی می شود. علاوه بر این، برخلاف محبت‌هایی که در دو مورد دیگر توضیح داده شد، دستخوش سرنوشت نیست و کسی نمیتواند آن را از ما سلب کند. بنابراین برخلاف ارزش صرفاً نسبی دو مورد دیگر، دارای ارزش مطلق است. نتیجه این است که کنترل کردن یک فرد از بیرون بسیار دشوارتر از آن چیزی است که مردم معمولاً تصور می‌کنند. اما در اینجا عامل قدرتمند، زمان، وارد عمل می‌شود و حقوق خود را مطالبه می‌کند و قبل از تأثیرش مزایای جسمی و روحی به تدریج از بین می‌رود. تنها چیزی که برایش قابل دسترس نیست شخصیت اخلاقی است. با توجه به تأثیر مخرب زمان به نظر می رسد که در واقع محبت‌هایی که در دو مقوله دیگر ذکر شد و زمان نمی تواند مستقیما از ما سلب کند، برتر از محبت‌های اولی است. مزیت دیگری را می توان برای آنها ادعا کرد و آن این است که به خاطر ماهیت عینی دستیافتنی هستند و حداقل امکان تصرف در آنها برای همه فراهم می شود. در حالی که آنچه ذهنی است در حیطه قدرت ما نیست، بلکه بر حسب حق الهی است و برای تمام عمر تغییر ناپذیر باقی میماند. اجازه دهید آن سطرهایی را نقل کنم که در آنها گوته توضیح می‌دهد که چگونه سرنوشتی غیر قابل تغییر برای هر انسانی در هنگام تولدش تعیین می‌شود، به طوری که فقط می‌تواند در مسیری که بر مبنای قانون تکوین برایش تعیین شده رشد کند. گویی که سرنوشتش حاصل مقارنه ستارگان است. پیشگویان و پیامبران گفتند که انسان هرگز نمیتواند از خود فرار کند و هیچ نیروی زمانی قادر به تغییر مسیر زندگیش نیست. بنابراین تنها چیزی که در حیطه قدرت ماست این است که بیشترین استفاده ممکن را از شخصیتی که در اختیار داریم بکنیم و بر این اساس تنها به دنبال آن دسته از اهدافی باشیم که با شخصیت ما مطابقت دارند. سعی کنیم آنچه در خور شخصیت ماست را بیاموزیم و از هر نوع آموزش دیگر اجتناب کنیم. در نتیجه موقعیت، شیوه زندگی و شغلی را انتخاب کنیم که با آن هماهنگ باشد. فردی را تصور کنید که قدرت جسمی زیادی دارد، اما به دلیل شرایط مجبور از شغلی بی تحرک، مثلا کار دستی ظریف یا مطالعه و کار ذهنی داشته باشد که مستلزم قدرت‌های دیگری است، یعنی قدرت‌هایی که ندارد، یعنی قدرت‌هایی که در آنها بسیار برجسته است بلا استفاده رها کند. فردی که در چنین موقعیتی قرار می‌گیرد هرگز در تمام عمرش احساس خوشبختی نخواهد کرد. بدتر از آن سرنوشت کسی است که قدرت ذهنی بسیار بالایی دارد و مجبور است آن را توسعه نیافته و رها کند و مشغول شغلی شود که نیازی به این نیروها نداشته و حتی به کاری بدنی بپردازد که نیروی لازم برای انجامش را نداشته باشد.
با این حال در چنین مواردی به ویژه در جوانی باید مراقب باشیم که از پرتگاه فرضیات دوری کنیم و قدرتی مازاد که در ما وجود ندارد را به خود نسبت ندهیم. از آنجایی که اهمیت مورد اول قطعاً بیشتر از دو مورد دیگر است، هدف عاقلانه تر حفظ سلامتی و تربیت توانایی‌هایمان است تا جمع‌آوری ثروت. اما این بدین معنا نیست که باید از حصول ضروریات زندگی غافل شویم. ثروت به معنای دقیق کلمه یعنی مازاد نمیتواند به خوشبختی ما چندان کمک کند و بسیاری از افراد ثروتمند تنها به این دلیل که فاقد هر گونه فرهنگ ذهنی یا دانش واقعی هستند احساس ناخشنودی می‌کنند و در نتیجه هیچ علایق عینی ندارند که آنها را واجد شرایط مشاغل فکری کند. زیرا فراتر از ارضای برخی نیازهای واقعی و طبیعی، هر آنچه که ثروت می‌تواند به دست آورد، تأثیر بسیار کمی بر خوشبختی ما به معنای واقعی کلمه دارد. در واقع ثروت بیشتر آن را مختل می‌کند، زیرا حفظ دارایی مستلزم نگرانی‌های اجتناب ناپذیر زیادی است و هنوز هم آدم‌ها بیش از پیش به دنبال ثروتمند شدن هستند تا به دست آوردن فرهنگ. اگرچه کاملا مسلم است آنچه که هستیم بسیار بیشتر از آنچه که داریم به خوشبختی ما کمک می‌کند. بنابراین ممکن است آدم‌های زیادی را ببینید که مثل مورچه سخت کوش هستند، از صبح تا شب بی‌وقفه برای انباشتن ثروتشان تلاش می‌کنند. این کارها فراتر از افق تنگی که ابزار رسیدن به این هدف مال‌اندوزی را فراهم می‌کند. چیزی نصیبش نمی‌کند. ذهنش خالی است و در نتیجه به هیچ گونه تأثیر حساس نیست. بالاترین لذت‌های عقلی برای او غیر قابل دسترس است و بیهوده می‌کوشد آنها را با لذت‌های زودگذر، حسی که مستلزم وقت کم و پول زیاد است و در آنها غرق شده، جایگزین کند. و اگر خوششانس باشد تلاش‌هایش موجب انباشته شدن ثروتی می‌گردد که آن را به وارثش واگذار می‌کند تا آن را بیشتر کرده یا به باد دهد. چنین زندگی اگرچه با حالتی جدی و مهم دنبال می‌شود، به همان اندازه احمقانه است که زندگی کسانی است که نمادش کلاه زنگوله دار است. پس آنچه انسان در خود دارد عنصر اصلی در خوشبختی اوست. از آنجا که این به عنوان یک قاعده بسیار کم مایه است، اکثر کسانی که در ورای مبارزه با فقر قرار می‌گیرند، به اندازه کسانی که هنوز درگیرش هستند، احساس نارضایتی می‌کنند. ذهنشان خالی، تخیلشان کسل کننده و روحیه‌شان ضعیف است. و به همین دلیل به جمع افرادی مانند آنها سوق داده می‌شوند. زیرا انسان از همنشینی با همسانش لذت می‌برد. آنگاه به دنبال سرگرمی‌های مشترکی هستند که بیشترشان شامل لذت نفسانی، سرگرمی از هر نوع و در نهایت افراط و تفریط و آزادی افسار گسیخته است. چرا جوانی از خانواده‌ای ثروتمند که دارایی زیادی را به ارث برده، در مدت کوتاهی با عیاشی و اسراف آن را به باد می‌دهد؟ صرفاً به این دلیل که ذهنش تهی و پوچ و از زندگی دلزده است. او از نظر ظاهری ثروتمند اما در باطن فقیر بوده و تلاش بیهوده‌اش این است که ثروت بیرونیش را با تلاش برای به دست آوردن چیزهای بیرونی جبران فقر درونیش کند. مانند پیرمردی است که سعی می‌کند با خوشپوشی خودش را جوان نشان دهد. بنابراین کسی که در باطن فقیر است، از نظر ظاهری نیز فقیر می‌شود. نیازی نیست بر اهمیت دو محبت دیگر که سعادت زندگی انسان را تشکیل می‌دهند تأکید کنم. امروز ارزش داشتن آنها به اندازه‌ای شناخته شده است که نیاز به گفتن و تبلیغ ندارد. درست است که مقوله سوم در مقایسه با مقوله دوم دارای ویژگی بسیار فرار است. زیرا فقط در فکر دیگران وجود دارد. هنوز هم هر کس باید برای شهرت یعنی نامی نیک تلاش کند. از سوی دیگر فقط کسانی باید به دنبال کسب مرتبه باشند که به کشورشان خدمت می کنند و در واقع افراد کمی هستند که شایسته شهرتند. در هر صورت آبرو به عنوان گنجینه گرانبها و شهرت گرانبهاترین محبتی است که یک انسان می تواند به آن دست یابد، یعنی طلسم زرین برگزیدگان، در حالی که فقط احمق‌ها مرتبه را بر دارایی ترجیح می دهند. علاوه بر این مقوله دوم و سوم متقابلاً علت و معلول هستند. تا اینجا همانطور که گفته پترونیوس صدق می کند، وقتی صاحب چیزی هستی فکر می کنند کسی هستی و برعکس. نظر مساعد دیگران به هر شکلی اغلب ما را در مسیر رسیدن به خواسته هایمان قرار می دهد.